سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از چنل نینو با بچه‌ها. امروز اومدیم با ریاکت به اکانت شما پارت 4 به درخواست یکی از بچه‌های چنل که میگفت هی زودتر بزنین. من منتظر بودم عکسایی که میفرستیم بیشتر بشه و اون موقع شروع کنم، ولی الان هم مورد نداره. با 7 تا عکس میریم و با 7 تا اکانت. اگرم شما دوست دارین اکانتتون رو بفرستین و من روش ریاکت برم، توی کانال روبیکامون بیاین و پیوی من توی بیوگرافی کانال. سری بریم سراغ اکانت اول. خونجمه و اصلان که زیاد به هم نمیخوره. اگر به جای اصلان مثلا تیاماد میداشت بهتره. حالا که مثلا اصلان داره، گرماری و روحی بیشتر میخورن. جغد خوبه، باز یک خورده جغد پیر و کارتاش اکثرا دفاعی هن و زیاد حمله توشون نداره و اگر ترکیبای دفاعی برداره بهتره، ولی الان هم بدی نیست. با خونجمه هم میتونه کارو در بیاره. بریم بعدی. مادر اژدها جون 1430 چه خبره؟ و ترکیبش خوبه به نظرم. سکوت دهنده که داره، یعنی نگهبان جنگل. اولترا دراکولا هم که با قابلیت مادر اژدها میخونه و یوجا به نظر من ترکیب اوکیه، زیاد بدی نداره، یعنی ضعفی نداره. کارت زیاد داره ولی میدونیم بچه تو کاپ بالا مثلا الان جون مادر اژدهاش 1430 توی کاپ بالا لول هم مهمه. شاید مثلا اومده کارتایی رو برداشته که لولای مثلا بالاتری داشتن و قوی تر بودن، مثلا کارتای دیگه هم میتونست بذاره. مثلا جای شکارچی اشباح میتونست مثلا بابا ایتی بیاره، ولی خب بابا ایتی لولش پایین تره. یا مثلا میتونست جای مثلا نزدیک زنای دیگه مثلا جای یوجا آیراواتا بیاره که باز اونم میگم لولش پایینه، مهم نیست. همین دیگه بهترین ترکیبشه. بریم بعدی. 3730 اگر اشتباه نکنم مکس و گرماری و اصلان ترکیبش 96. آره اشتباه نکنم مکس، مطمئن نیستم. اگر آره دیگه بابا همه 31 مکس. اوکی. و به نظرم که ترکیبش اوکیه. نکنیم بابا ایتی داره، اونو داره، اوکی. این بچه ها کاپیتان اختاپوس و دکتر کورتکس خیلی کمبو خوبی میشن. هانک هم که داره و شباده باز ازم یک ضعف ریزی داره دستش، این که سکوت دهنده نداره. خب جای الکساندرا یا هانک میتونه نگهبان جنگل رو بیاره اگه داشته باشه. اگر هم نداره میتونه اینو بیاره که سکوت میده، ارباب آشوب اگه اشتباه نکنم اسمش بود. و آره دیگه تنها ضعف دستش سکوت دهنده است. یه سکوت دهنده بیاره اوکیه. بریم بعدی. 375 گرموری و گرموری دیگه کارتای دفاعی بیشتر باش برداره. این آیراواتا کار درستیه و به نظر من همه چی اوکی برداشته. این لولش پایینه، شکارچی ارواح لولش پایینه. خب اگر یه خورده لولش بالاتر می بود، جای یکی از نزدیک زناش می آورد یا مثلا حتی جای تردست اعظم می آورد خیلی بهتر میشد، ولی خب لولش پایینه دیگه. اینم ضعف قبلی رو داره. مثلا شما تو ترکیبتون یا باید سکوت دهنده رو بیارین یا این دوست گلمون یا حتی جفتشو. و اگر شکارچی ارواح میگم یه لولش پایینه، برای همون شاید نیاورده. اونم بیاره بد نمیشه. مثلا جای اولترا خروکودیل بیاره یا مثلا جای نه همون جای اولترا خروکودیل بهتره. بریم برای عکس بعدی. 1590 گرموری و تیامات که گرموری و اصلانی بود بهتر بود، ولی بازم زیاد فرقی نداره. اوکی. دستشو ببینیم. به نظر من کارتای اوکی رو برداشته. این لولش پایینه دیگه طبیعتاً، وگرنه مثلا اگر میتونست جای لومیانا اینو می آورد خیلی خوب میشد. در کل به نظرم اوکیه، یعنی ترکیبش در کل مثلا سکوت دهنده هم داره، ولی یک ضعفی که بیشتر ترکیبای مثلا لول بالا. این الان نکنید 1590 دیگه میشه گفت لول بالای 30000 مثلا ضعفاشون سکوت دهنده است. این سکوت میده ها، ولی نگهبان جنگل اصلا یه چیز دیگه است. یا مثلا تو این ترکیب نگهبان جنگل اصلا یه چیز دیگه است برای سکوت دادن. اینم همون ضعفشه، فقط بگم ترکیبش اوکی. مثلا دورزن‌های خفن مثلا نه اوکی. میخواستم بگم جای بچه‌ها تردست اعظم الکساندرا بیاره که فهمیدم نه این میتونه کارو در بیاره. اوکی. میریم بعدی. خونجمه 510 با اصلان. این نگهبان جنگل دارن. نگهبان جنگل اینجا هست و جغد پیرم که داره. به نظر من اوکیه ترکیبش اوکیه. دارم دنبال کارتایی که داره میگردم. نه نداره. اگر الف نقره میداشت استفاده میکرد بهتر بود. تنها ضعف ترکیبش اینه که 2 تا دورزن داره. میتونه مثلا دورزن مثلا دوزخزاده رو بیاره اگر میخواد استفاده کنه، ولی خب دوزخزاده هم لولش پایینه. اگر 2 تا دورزن اذیتش نمیکنه با همین ترکیب بازی کنه. اگر اذیتش میکنه یکی از دورزناست مثلا ماشترون یا مثلا
اینو بیاره اوکیه. بریم بعدی و آخرین اکانت 3740 اگه اشتباه نکنم و اینم مکس دیگه. آره اینم مکس 98000 قدرتشه. گرمولی و تیامات بعدی نیست. حالا اصلا هیلری شاید خیلی دوست نداشته باشن. گرمولی کلا فرمانده دفاعی، اصلا هم کلا دفاعی بهتر میخورن. مثلا اگر اصلا می بود بهتر بود، ولی با تیامات هم میتونین بازی کنین. اوکی. سکوت دهنده دوتا داره، خوبه. پرنسس لیندا و نگهبان جنگل عالیه. آیراواتا داره و اوکی دیگه اینم داره حتی، یعنی در کنار دوتا سکوت دهنده اینم داره که خیلی خوبه. ترکیبش اوکیه و دفاعی دیگه طبیعتا، یعنی به عنوان یه ترکیب دفاعی خوبه. مثلا ضد آیراواتا اگر حریفش آیراواتا داشته باشه میتونه فرانکشتاین استفاده کنه که مثلا فرانکشتاین رو مثلا جای یوجا میتونه بیاره، ولی یوجا هم کارو در میاره توی بعضی جاها. و تموم شد دیگه. همین اکانت ها بود و بچه ها این بود از این پارت بررسی اکانت شما و ریاکت به اکانت شما. اگر شما هم اکانتی دارین حتما به کانال روبیکامون سر بزنین و اون ریاکت اکانتتون رو برای من بفرستین. میره دیگه برای پارت 6 ریاکت به اکانت های شما. و این بود از این ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار. وقت تموم شد. وقت تموم شد. خوبه. وقت تموم شد. خوبه. وقت تموم شد. وقت تموم شد. اگر اینجوری هست من اصلا دیگه نمیام. معذرت میخوام. اینجوری بخواد وقت تموم بشه. سلامت بشه.